بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز درس دیگری عقیده داریم درباره نشانه های روز قیامت. در سه شنبه گذشته ما درباره 10 نشانه روز قیامت گفته گذشته بودیم. درباره نازل شدن فتنه ها از هر طرف، به آغوش گرفتن فتنه مسلمان ها را و از پی آن فتنه مثلا کشته شدن حضرت عثمان، یا گفتیم بعضی کشتارهایی که خونریزی هایی که بین صحابه ها شد و این چنین گفته گذشته بودیم درباره جنگیدن مسلمان ها با چنگیز، یا که در حدیث ترک آمده است و دیگر. امروز هم دوام میدهیم نشانه های قیامت را. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که معاذ ابن جبل روایت میکنند میگویند بدانید که بنا شدن بیت المقدس و خراب شدن مدینه و این خرابی مدینه از حادثه های بزرگی هست که پیش از قیامت می شود. و وقتی که بیت المقدس را شما فتح میکنید، بنا میکنید و مدینه خراب می شود و قسطنطنیه یعنی استانبول امروزه فتح می شود، به دست مسلمان ها می آید، دیگر دجال می آید. خواهران عزیز، آمدن دجال و آمدن عیسی و آمدن مهدی که انشاءالله درباره اینها مفصلا صحبت میکنیم، از بزرگترین یا گفتیم خیلی نزدیک به برپا شدن قیامت علامت ها هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش از آمدن دجال بیت المقدس و دست مسلمان ها آباد می شود، فلسطین امروزه، و یثریب یعنی مدینه خراب خواهد شد، یعنی به مدینه هجوم میکنند. در دو روایت آمده است انشاءالله دو حادثه بزرگ درباره مدینه می شود که یکی از آنها به زمان فتنه سخت شدن و پناه بردن مسلمان ها به مدینه، سپس حتی هجوم کردن دشمنان به مدینه و نابود کردن مدینه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی استانبول کاملا به دست مسلمان ها افتاد، در اینجا چی هست؟ الکی خروج دجال نزدیک می شود. و خواهران عزیز، استانبول امروزه که من شما میدونیم اکثریت مسلمان ها هستند، یعنی در ترکیه، ولی چه خیلی میدونید یک شهر مسلمانی نیست، یا خود ترکیه هم یک دولت مسلمانی نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که در ابو داود مسند امام احمد آمده است چه میگویند؟ بدانید که به دست مسلمان ها کاملا افتیدن استانبول که در کتاب های پیشتر قسطنطنیه آمده است چه است؟ این به آمدن دجال اشارت میکند. در حدیث دیگری که در بخاری آمده است از اوف ابن مالک، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما 6 چیز را بشمارید که پیش از آمدن قیامت می شود، که درباره بعضیش ما درس گذشته گپ زده بودیم. یکی از آنها چی بود؟ مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم، فتح شدن بیت المقدس و این چنین آمدن وبا که همچون بیماری که تمام حیوان ها رو به یک آمدن میبرد، مسلمان ها رو برد. و زیاد شدن مال که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حتی وقت 100 دینار به یک نفر میدهی او خرسند نمی شود، یعنی اینقدر مردم سیر می شوند که به آنها اگر 100 دینار داده شود هم از آن خرسند نمی شوند، که از این هم زیادتر میخواهند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فتنه ای که یگان خانه عرب از آن در امان نمیماند، به همه خانه ها داخل می شود. بعد از این یک صلحی که شما با بنی اصفر میکنید. خواهران عزیز، در حدیث ها بنی اصفر گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی صحبت میکنند درباره اروپای امروزه و یا رومی آن زمانه میگویند که شما با رومی ها یا اروپای امروزه صلح میکنید، ولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شما با آنها صلح میکنید که دیگر نمی جنگیم، ولی آنها عهد و پیمان را میشکنند و به شما هجوم میکنند و با یک گروه زیاد که آنها به 80 گروه تقسیم شدند، زیری هر یک آن 80 گروه تقسیم شده 12,000 نفر است که قریبی چه است 900 و چند یا به 1000 نفر
میرسد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ شما بدانید که آمدن دجال، پیش و پیش آمدن دجال از نشانه های قیامت این است که فلسطین را مسلمان ها کاملا به دست میگیرند و آباد میکنند، ولی مدینه خراب میشود و این چونین مسلمان ها با کیها؟ با اروپای امروزه بنی اصفر صلح میکنند، ولی آنها عهد پیمان خود را میشکنند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آمدن خود همان اروپا و هجوم کردن آنها و چگونه مسلمان ها پس از صبر زیاد و شکیبایی زیاد آنها را مغلوب کردن در حدیث های دیگر ذکر شده است که خواهران عزیز، یک چیزی که دقتی مرا جلب کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نزدیک است که تمام امت بالای شما ای مسلمان ها چگونه که گرسنگان بالای یک طبقه طعام هجوم میکنن هجوم کنند. وقتی صحابه ها میپرسند که آیا آن روزی که بالای مسلمان ها هجوم میشود ما کم هستیم پیامبر میگن نه، شما خیلی زیاد هستید، ولکن شما در آن روز مثل موج دریا یا کفک‌هایی که بالای دریا هست مانند آن هستید و خداوند هیبت شما را از قلب دشمنانتان گرفته است و در قلب شما باشد حب وهن را جا کرده است و الوهن یا در قلب شما ببخشید وهن را جا کرده است. و وقتی میپرسن که آن وهن چی است که در قلب ما جای میشده است، پیامبر میگویند حب الدنیا و کراهت الموت. شما دنیا رو خیلی دوست میدارید و خیلی از مرگ می ترسید یا خیلی مرگ را بد می بینید و در این وقت بالای شما چی می آید؟ دشمنانتان هیچ نترسیده هجوم می کنند و سبحان الله شاید آن روز همین روز است. یعنی وقتی می بینید خواهران عزیز اوضاع ما و شما را، اوضاع برادران مسلمان حقیقی را در کجای دنیا نباشد همه بالای آنها نقشه دارد، همه برای نابود کردن آنها نقشه دارد. در زمین شاید پارچه هم نباشد که برای یک مسلمانی که در حقیقت ثابت در دینش هست، همان گونه که پیامبرش صلی الله علیه و سلم دین را آورده است میخواهد زندگی کند جای نمانده است. و سببش چی است؟ سبب اساسیش دوست داشتن دنیا و ترسیدن از مرگ جوانمردان مسلمان است که این شرایط را برای خود مهیا کردند. این شرایط را که یگان کافر از مسلمان جای ترس ندارد و مسلمان ها دیگر همچون یک ترسانچک شناخته شدند که سبحان الله پیامبر چی میگویند؟ از قلب دشمن شما هیبت شما گرفته می شود. همون گونه که پیشتر مسلمان را وقتی روم و فارس می شونید دلش به لرزه می در آمد، آن روز دیگر نمی شود. در قلب شما باشد چی می شود؟ دوست داشتن دنیا و بد دیدن مرگ، نقشه های طولانی به دنیا جای می شود. و همین گونه حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره جنگیدن مسلمان ها با رومی ها و حتی سبحان الله خارات در بعض حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص نام شهرهایی که در ترکیه امروزه هست و پیامبر میگن در آنجا شما را آمده اهل صلیب یا همان اروپا انتظار می شوند و با شما در آنجا می جنگند. در حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی می گویند؟ می رسد همان روزی که شمایان با اروپا یا بنی اصفر صلح میکنید ولی آنها صلح را میشکنند، برعکس به شما هجوم میکنند. ولی چه خیلی گفتم پس از صبر زیاد مسلمان ها غالب میشوند. در بعض حدیث ها آمده است که سبب غالب شدن مسلمان ها در همان جنگی که بین مسلمان ها و بین اروپا میشود سرلشکری آنها مهدی بودند، یعنی همراه مهدی مسلمان ها می جنگند و در آن جنگ که هم مهدی هم اشتراک میکنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله در حدیث هایی که درباره مهدی گفتن و کاملا درباره ببخشید حضرت مهدی آمده حدیث ها در درس دیگر صحبت میکنیم که درباره ایشان کاملا یک موضوع وسیع هست. و این چونین
پیامبر به جز اینکه شما گفتن می جنگید با همراهی که با همراهی اروپا چیز دیگری درباره جنگیدن با ترک ها که ترک ها آنجا با معنایی که آمده است چنگیز آمده است که درس دیگر گفتیم صحبت کردن و این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من درباره فضیلت شام سوریه امروزه که الحمدلله از دست اسد بدبخت لعین آزاد شد و اله همیشه پیروز بماند و ما همیشه خبرهای خوش درباره سوریه امروزه شنیده باشیم که اله اصلا این یگان نیرنگ نباشد، یگان حیله نباشد و همان گونه که امروز دیده استاده ایم یک انسان عادل به سرش آمد همین گونه دوام دهد. حدیث از ابی دردا هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره فضیلت شام میگویند من خواب بودم و دیدم که نور از زیر بالین من یا از کتاب درازا کشید و رفت و من سر خود را برداشتم و گفتم ببینم این نور به کجا می رود و یکی دیدم که رفت به شام. پس بعد از این میگن الا و ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، بدانید که روزی که فتنه ها سر میزند آن روز ایمان در شام است، یعنی آن روز ایمان در شام است. در حدیث دیگر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک ستون از اسلام بیرون شد و رفت و من وقتی دیدم که این کجا می رود دیدم که در وسط شام است و به من گفته شد که این شام زمین محشر است، یعنی روز قیامت مردم در اینجا جمع می شود و هر کسی که الله برای او خیر بخواهد او در شام زندگی می کند و هر کسی که الله برای او بدی خواهد او از شام برآمده می رود. و در اینجا چی گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ زندگی کردن در شام خصوصا در زمان فتنه این یک خیر خواستن پروردگار به بنده هایش هست. و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند یکی از گروه های بزرگ مسلمان ها در زمانی که فتنه ها سر میزند، در زمانی که حادثه های پیش قیامتی شروع می شود، یکی از گروه بزرگ مسلمان ها در شهر غوطه که آن هم در نزد دمشق است و آن شهر از بهترین شهرهاست جای میگیرد و هم شهر غوطه هم دمشق امروز در سوریه وجود دارد و پیامبر چه گفتن؟ یکی از گروه بزرگ مسلمان ها را شما در آنجا میبینید. و در حدیث دیگر آمده است که همان وقتی که فتنه ها سر زد شما بروید به شام و مردم وقتی که این طرف و آن طرف فتنه های زیاد رو دیدن و گفتن با کی پیوست شویم کجا رویم، بدانید که بهترین از گروه ها در چه هستند؟ در شام هستند که اله ها امروزه مسلمان هایی که در شام هستند برادران مجاهد که در شام هستند از این گروه ها باشند. و این یعنی در شام یک گروه بزرگ مسلمان ها پیدا شدن و استواری مسلمان ها در شام بودن پیش و پیش قیامت یا در وقت سرزدن فتنه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ها گفتند. و این چنین خواهران عزیز درباره فضیلت مدینه هم عیناً همین گونه حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره مدینه هم خیلی زیاد حدیث ها گفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه انسان های بد را مدینه از خود دور بکند و آنهایی که خیلی خباثتی دارند، منافقی دارند، همان گونه که آتش آهن را از کیر و از زنگ هایش تازه می کند، مدینه هم انسان های بد را از خود تازه می کند. و اینچنین در حدیث دیگر در حدیث صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند زمان می شود که مرد یا گفتیم برادر خود را، خویش و تبار خود را می گوید که بیاید اینجا
اینجا خیلی آسودگی هست، اینجا شرایط های خیلی خوب دارد به گفته خودمون. در دوامش پیامبر میگویند و المدینه خیر لهم لو کانوا یعلمون، ولی در هر کجای دنیا وقتی شرایط های خوب است مدینه برای آنها بهتر است، ای کاش این را میدانستند. و شمایان این طرف و آن طرف می روید ولی که بدانید که مدینه برای شما بهتر است. و در دوامش میگویند هر کسی که از مدینه بیرون می براید، یعنی مدینه را گویا بد دیده، بداند که پروردگار به جای او بهتر از او را جا می کند و روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه بدترین انسان ها برایند و از مدینه بروند. و در حدیث دیگر آمده است که هر کسی که برای مدینه بدی خواست، هر کسی که خواست مدینه را نابود کند، همان گونه‌ای که نمک در آب شده می رود، پروردگار او را آب می کند، یعنی نابودش می کند. و در باره مدینه اینچنین پیامبر میگویند یمن فتح می شود و قوم برای زندگی به آنجا می روند و آنجا را دوست می دارند، ولی مدینه برای آنها بهتر است. شام فتح می شود، قوم می روند در شام زندگی می کنند، با اهل آنجا انس می گیرند، ولی مدینه برای آنها بهتر است. و عراق هم همین گونه فتح می شود و مردم برای خود عراق را جایزیست می گیرند، ولی مدینه برای آنها بهتر است. و حتی خواهران عزیز، حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سنن ترمذی هست میگویند هر کسی که میخواهد در هر کسی که میتواند در مدینه بمیرد پس در مدینه بمیرد، چون کسی در مدینه اگر وفات کرد من برای او شفاعت میکنم. یک دقیقه من یعنی حتی درباره شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مؤمنانی که در مدینه زندگی میکنند در حدیث آمده است. و این چنین هر کسی که به مشقت های مدینه صبر میکند و در آنجا زندگی میکند، پیامبر میگویند من برای او روز قیامت از شفاعت کنندگان خواهم بود. یعنی یکی از نشانه های خیلی خوب پیش از مرگ این است که انسان در مدینه بمیرد یا اینکه در شام امروزه بمیرد. ولی اگرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی در مدینه را گفتند و گفتند در آنجا شما زندگی را برای خود و مرگ را انتخاب کنید، باز خواهران عزیز درباره این که خصوصا مکه و خراب شدن مکه پیش و پیش قیامت و این هم یکی از نشانه های بزرگ قیامت بودن و این چونین درباره محاصره شدن مدینه هم حدیث ها کم نیستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نزدیک است که مسلمان ها در مدینه محاصره شوند، یعنی مسلمان ها را از هر طرف در مدینه محاصره کنند و آنها حتی به یک مکانی که صلاح نام دارد تا آنجا برای خود مغاره ها یا راه های زیر زمینی میکنند و در آنجاها پنهان میشوند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شمایان زمانی میرسد که مدینه را ترک میکنید و در مدینه چیزی نمیماند بجز حیوانات. و سبب ترک کردن مسلمان ها مدینه را یکیش را میگویند آن هم به خاطر اینقدر به مدینه هجوم می شود و اینقدر مدینه خوف می شود که مردم از آنجا برآمده می روند. و درباره مکه هم پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند زمانی می شود که مرد به مکه هجوم می کند، خودش سیاه پوست است، خیلی قد بلند دارد، بین پایهایش مسافه وسیع هست، حتی از درازه پایهایش یعنی صاحب دو پا هم آمدگی هست. او از حبشه هست، یعنی از نیجریه امروزه هست و او همراه با لشکرش می آید و یک به یک سنگ کعبه رو می کند، یک به یک سنگ کعبه رو می کند و این هم چی است؟ از نشانه های قیامت است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند زمانی می شود که
کعبه که امروز مسلمان ها اطراف آن طواف دارد یک به یک چی می شود؟ سنگ های او کنده می شود. و در سنن ابو داوود آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند اولین نفرانی که حرمت کعبه را پایمال میکنند این خودی اهل همان جا هستند. یعنی خود عرب ها، خود مسلمان ها نسبت کعبه به احترامی میکنند. بعد از این حبشه می آید، یعنی همان سیاه پوست ها می آید و تماما کعبه را چی میکند؟ خراب میکند و کنزی که یا ثروتی که از طلا و دیگر چیزها در آنجا هست یا زیر آن هست آن را میگیرد. یعنی خواهران عزیز، کعبه امروزه که الحمدلله امروز دیده ایستادیم در حرمتش هست، در جای خودش هست، پیش و پیش قیامت چی می شود؟ خراب می شود. اول خراب معنوی که نسبت او به احترامی میکنند خود اهلش، خود مسلمان ها، خود عرب ها. بعد از این مرد سیاه پوست از حبشه می آید و چیکار میکند؟ سنگ به سنگ آنجا را نابود میکند که خداوند ما را برای دیدن و مشاهده کردن آن روز نرساند که ببینیم که چگونه کعبه را خراب میکنند و از دست ما هیچ چیزی نمی آید. پس خواهران عزیز، در اینجا ما درباره چگونه جنگیدن مسلمان ها با اروپا و یک جنگ دور و دراز بین اینها شدن و مجاهدان حقیقی در بعض روایت ها با فرمانده لشکرشان مهدی بالای آنها پیروز آمدن از نشانه های قیامت است. و این چنین درباره همه زمین پر از فتنه شدن و یک گروهی مسلمان های حقیقی در شام جایگیر شدن و پیامبر گفتند به آنها پیوست شوید، این هم از نشانه های خرد قیامت است. و این چنین درباره خراب شدن مدینه و این چنین درباره نابود کردن کعبه و سنگ های آن را حتی دانه به دانه گرفتن، این هم از نشانه های روز قیامت است. اما درباره دیگر از آمدن مهدی و درباره آمدن دجال الله نصیب کرده باشد باز چند موضوع های دیگر در درس دیگر گفته میگذاریم.